ورنر فون آبرناک، افسر دوم اطلاعات SS. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. یه شاعر وقتی کلماتش تأثیر خودش رو از دست داد شعر رو رها میکنه، اما یک افسر SS از دستاش استفاده میکنه. میدونید به نظر من اگه جامعه طبقه بندی بشه، روس بیا توی طبقه ذخیره قرار میگیرن، طبقه‌ای که خود به خود وجود نداره اما در صورت تبدیل طبقات دیگه اجتماعی به هم طبقه حاکم میشه. مردم برای هر دولتی یک جور سیاهی لشکرن که دوست داره از عظمت خودش بسازه، توده معنایی نداره. غریزه اجازه نخواهد داد همه ابر انسان باشن. اینجاست که لزوم نژادی که بتونه دغدغه تربیت و هدایت توده رو به دست بگیره حفظ میشه، نژادی که اصیل و تقدیس شده است. واقعا فکر میکنید با این سکوت مسخره میتونید تأثیری روی من بذارید؟ یا این یک جور انفعاله که باید بپذیرمش؟ حالا میفهمم چرا فرانسه هیچ وقت یه فلسفه اصلی برای گفتن نداشته. مشکل اینجاست که شما اصلا حرف زدن بلد نیستید. وقتی راه میرید هوا گرمتر میشه، انگار هوا تحمل ضربه های آروم نفس های شما رو نداره. یه جوشش نرم همه هوای اتاق رو پر میکنه. اعتراف میکنم چیزی که آلمان کم داره یه جور عشق بی تفکره، یه جور رهایی بدون مرز. اینه که آلمان آینده رو کامل میکنه. از رئیس جمهورتون متنفرم. از رئیس جمهورتون متنفرم و این تنفر توی این بارون بیشتر هم شده. احتمالاً این تنفر دومین اتفاق مشترکی توی بین ما.